هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. موضوع امروزه ما در 10 حالت سلام دادن درست نیست. عزیزان دل، موضوعهای اخلاقی و تربیتی بهر شما پیشکش گردانیده می شود. مقصد ما آبادی شماست. اولا معنای سلام چیست؟ یعنی من مسلمانم، جان و مال تو و آبروی تو از اذیت و آزار من در امین هستند. با عبارت دیگر درود و رحمت خدا بر تو باد. باید گفت که پیدایش سلام از کجاست و چگونه پیدا شد. از ابو هریره رضی الله تعالی روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که خداوند بابای آدم علیه السلام را خلق کرد و در وجودش روح را دمید، او را عطسه آمد و او الحمدلله گفت و خداوند در جوابش یرحمک الله گفت و خداوند گفت ای آدم، به نزد آن فرشتگانی که در آنجا نشستند برو و با آنها السلام علیکم بگو. حضرت آدم علیه السلام به آنجا رفت و به فرشتگان السلام علیکم گفت و فرشتگان در پاسخش و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته گفتند. سپس از آنجا برگشت و خداوند فرمود از این روز سرکرده این از سلام تو و سلام فرزندانت. از اینجا معلوم گردید که خداوند به حضرت آدم علیه السلام امر کرد که به فرشتگان سلام بگو و از همان زمان تا امروز سلام بین تمام مردم رایج است، یعنی جاری گردیده است. روایت ترمذی مشاهد صحیفه 400. اولین چیزی که درباره سلام باید دانست این تلفظ درست سلام است. سلام باید با لفظ عربی گفته شود، یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این عقیده از نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می باشد و در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیز همین گونه اشاره شده است. دلیل همین است که شب معراج وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم به نزد خداوند رفت، خداوند بزرگ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین گفت السلام علیکم ایها النبی. پس این سخنها بیان کننده سخنی بالایند. از ابو داود و از ابو نبی انصاری روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است به هیچ وقت روا نیست که مسلمان بیش از 3 شبانه روز با برادر مسلمان قطع رابطه نماید و هنگامی که با هم وا میخورند پشت گردانند. بهترین آنها آن کسی است که سلام و احوال پرسی را زودتر آغاز نماید. روایت بخاری، مسلم و مالک در موطا. مقصد این است که کسی اولین شده سلام میدهد، یعنی تکبر خودش را شکسته است. در دیگر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کرده شد ای پیغمبر خدا، کدام اسلام بهتر است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب دادند بهترین اسلام همان است که بر مسکین ها طعام بدهی و سلام بدهی بر کسی که میشناسی و کسی که نمیشناسی. راوی عبدالله ابن عمر. یگانه چیزی که دوستی انسان ها یا اینکه برادریشان را نشان میدهد این هم سلام و در آغوش گرفتن برادری مسلمان است. در 10 حالت نباید انسان سلام دهد. اگر سلام دهد پس سلام دهنده گناهکار می شود. یکم، هنگام بول و براز، یعنی در حاجتخانه کسی را دیدن. دوم، کسی که با زن حلالی خود خانه‌داری می کند. اگر چشمتان ناگهان به این گونه شخص افتید پس نباید سلام بدهید. سوم، هنگام طعام خوردن. چهارم، در وقت خطبه خواندن امام در نماز جمعه سلام دادن نمی شود. پنجم، هنگام اذان یا قامت گفتن سلام دادن نمی شود. ششم، هنگام نماز خواندن سلام دادن نمی شود. هفتم، هنگام وعظ گفتن یعنی امر معروف سلام دادن جایز نیست. هشتم، در وقت ذکر کردن یعنی یاد خدا سلام دادن نمی شود. نهم، با زن نامحرم یعنی زن بیگانه سلام دادن نمی شود. دهم، آدم کافر را سلام دادن و رحمت خدا را بر وی کافی روان کردن ممکن نیست. این حالت‌هایی بودند که سلام دادن معنی است. از نظر شریعت اسلام همچنین به این موضوعها حدیث‌های در صحیح مسلم آمده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته است حق مسلمان بر مسلمان 6 چیز است.
پرسیدند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، آنها کدام‌هایند؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت: یکم، اگر با او واخوردی وی را سلام بده. دوم، اگر تو را دعوت کرد قبول نما. سوم، اگر به حالت خندید وی را نصیحت کن. چهارم، اگر عطسه زد باید حمد خدا گوید. پنجم، اگر بیمار شد از حال او خبر بگیر. ششم، اگر از عالم گذشت در جنازه‌اش اشتراک کن. راوی ابو هریره رضی الله تعالی عنه. ما هر روز برای جوانان موضوعهای تربیتی رو پیشکش میکنیم، اما باز بعضی جوانان همون سلام هایی که براتن چخیلی، براتن سلام، براتن سلام مربقه و غیرها میگویند. باقی خداحافظ.